منظور شماست برنامه خبر برای تو. ارزش بهترین دسته‌های تاجیکستان چقدر است؟ پرتلی معروفی که به خرج فوتبال بازان تخصص دارد معلومات درباره دسته‌های تاجیکستان را نشر کرده است. پرتلی ترانسفرمارکت معلومات نو را درباره بازیگران در چمپیونات‌های گوناگون پیشکش کرده است. در بین آنها چمپیونات تاجیکستان نیز هست. یادآور می‌شویم که این پرتل با انتقال فوتبال بازان و ارزش آنها نیز تخصص دارد. لیگ عالی تاجیکستان در مقایسه با تحقیقات نو و قبلی نرخ‌ها کمی پایین رفته است. امروز چمپیونات تاجیکستان بیش از 20 میلیون یورو ارزش دارد که پیشتر این ارزش به 22 میلیون یورو برابر بود. این نرخنامه همه کلوب است. امروز گران ارزش ترین تیم استقلال است که ارزشش 478 میلیون که قبلا 493 میلیون را تشکیل میداد. استرخشان بزینه دوم برآمد 273 میلیون با ارزش قبلی 218 میلیون یورو. جای سوم خوجان که ارزشش 2 میلیون و 600 هزار که ارزش قبلیش 2 میلیون و 730 هزار. در جای چهارم CSKA پایتخت اشغال میکند که حاضر 250 میلیون ارزش دارد که پیشتر نرخش 216 میلیون بود. خطلام که ارزشش بالا رفته است پنجگانه اول را با ارزش 221 میلیون در مقایسه با 211 میلیون اشغال کرده است. روشن در زینه ششم 217 میلیون با مقایسه با 185 میلیون. بعدا در فهرست فایزکن 197 میلیون که قبلا آن 184 میلیون بود و بعدا اسقط با 176 میلیون که قبلا 148 میلیون بود. شما طرفدار کدام دسته هستید؟ نام آن را در کامنت نویسید. تا برنامه‌های آینده شاد و پیروز باشید.